سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هر جا که هستین موفق باشین. خوش اومدین به دوره رایگان آموزش پرامپت نویسی. توی این دوره 0 تا 100 پرامپت نویسی رو بهتون آموزش میدم. توی چندین مرحله این کار رو جلو میبریم. تو مرحله اول میریم سراغ ابزارهای هوش مصنوعی تولید مقاله مثل چت جی پی تی، مثل جمینای، مثل کرسل که البته یه سریاش هم پولیه، و حتی گروک. چه جوری با هر کدومش کار کنیم و پرامپت درست رو بهش بدیم که یه مقاله درست درمون رو بهمون بده. تو مرحله دوم میریم سراغ هوش مصنوعی تولید تصاویر مثل جمینای، مثل گروک، مثل همون چت جی پی تی و مید جرنی که فکر میکنم جمینای الان از همهشون بهتر کار میکنه. تصاویر به شدت واقع گرایانه بهتون تحویل میده که هیچ مونه میزنه با واقعیت. تو مرحله سوم میریم سراغ تولید ویدیو از پرامپت که این دیگه قول مرحله آخرشه، ولی با اصول و اون متدایی که برای پرامپت نویسی ازش استفاده میکنیم این کار رو هم براتون راحت میکنم. حتما تو این دوره با من همراه باش. نکاتی که تو طول ویدیوها میگم حتما توجه کن بهشون و ویدیو رو تا آخر ببین. دوره کاملا مثل دوره های قبلی پروژه محوره و خیلی برات ساده سازی شده. میتونی به راحت ترین شکل ممکن ببینی و رو پروژه های خودت پیاده کنی. بزن بریم تو این دوره جذاب، همراه من باش.